درنشتنا که وکیلی دا اندام پارلمان کرد لپارلمان عراقی هفدم دیگل شارزای نوار آبوری بحث لسر چوانی سر بخوی آبور هرم کردستان دیگل عراق فدرال دکن. پشت بستنا خواه جعالیه کشتوکالی و گشتو گذاری ده اخنا برچاف نبتنی جعالیه نفته و اجبرنده مفردید کو او کسین شارزا چه سرآست زانکو یا هرم کردستان دیدهو که یان غرفه تجاره و هروسا یا رببریا برهنانه و او کسین کو شارزا عقل اقتصادی به برنشته بکن ایک جا آبوری نسان خطا قیران آبوری آنها هرمان کردستان تعداد بورید ده اخنستوی لعن سیاسی و نبونا شفافیت ده کابینه حکومت ده جعالی آبوری و بله که مکاسی هبوین السیاسات دا یعنی حطانو هم هر بیجین حکمتین هرمی به همی کابینت ببن فلسفه خو ندیار کریه یا آبوری بو خلقی خوب شفافیت آتول بر کرت گشتی آن برف کرت تایبت هکتول برف کرت گشتی اف کشد هرمینت تدوید کرتی تایبت و دست بکی و اوه ایک شیرت آبو بشه مشاريع كیم که هشتای 2013 در پاریت وانه دای بلا اوی کشتی صح يعني جانبتها بيشتن ظروف يعني بلاش ماشيت مجلات جعالیه که دم و درنشتنه دا بحث لسرویه که هاتیه کرن که اولدوان جعالیه هنجبر پرسان و دهنه دان که آریشا بصاناهیه و قیران دماوه که کم دا بداوی بهید بوی رنگینی نه بلکه هاون اجتماعی دهنه خاپاندن و خلقی که وسطید که هینم که آریشه کلک صناعیه و دیج و قیران زیکا چاره سر بد آریشه ویش کلینی نه که هندک دین راگه هاندن آریشه ماسترال نو برای حکمت هرم کردستان و نو برای حکومت بغداد دوید پلانه که باش بیت دارشتن بو ضررمندی و آریشه نگهده حولاتیا نگهده بنیاد اساسی شیرخان آبوریا هرم کردستانه بنارینا گشتی آوان آبورینا سیم بجداری در نشتنه دا قیران دم فیدوید هیاکو بدماهی بهید و سربخوی آبوریا هرم کردستانه دیگل بغدا محاله دوی کودانی دا بله اول که از بیجم چونکه امت وقتی که نازم قیران آبوریا هرم کردستانه گرتی بابت گرنگ هر لعنکیه مینا حکومت پارلمان هیاکو را گهاندرجی لویریجی پنج پارلمانتارو آبورینا سان لرکه چاره آندگرن نالین بروار روداو دهو